من یک باکس دارم واسه یه وسیله موجه. کل وسیله موجه داخل ازیه. من موجه های مختلف دارم. خوشم از شین هستم. ندارم بیش کدوم میشه بذاریم. فکر کنم یکی رو بذارم. خب وسیله که لازم دارین یک دونه فرکن، موجه فرکن. باز اون موجه که میخوام بذاریم یک پنس. من چسبم از این چسب از اوگلنس استفاده میکنم. موجهتون فر کنید. نه میبینین یا نه، ولی خب اینجا چسب میزنیم. نه جلوی دوربین بشم. بچه هم از موجه ها تموم شد. کدش حتما میذارم توی کامنت ها، کد موجه ها. مرسی از اینکه نگاه کردین.